کتاب دوست، رفیق، همدم، همنفس و همبال انسان است. درود میگیم با شما تماشابینان عزتمند. نشر نوبتی برنامه انیس کنج تنهایی مهمان خاندان شماست و قهرمان نوبتی برنامه ما هستند اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است نیکروز حبیبوف. درود میگیم با شما نیکروز. السلام. شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. خوبیت سرول خود رو خوبتر معرفی کنید. من حبیبوف نیکروز خدمتکارده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 ناحیه بخش میباشم و همچنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات کلاسیک اشتراک می‌ورزم. نیکروز بگوید که خب شما چه سبب شد که به ایجاد شعر مشغول شدید؟ با مطالعه کردن شعر و غزل داستان‌ها از شاعران کلاسیک معاصر مشغول بودم و طولی چندین سال مطالعه می‌کردم و شوق و ذوق بی‌اندازه داشتم نسبت به شعر و این سبب گشت که من از دوران مکتبخانه به ایجاد شعر مشغول شدم. در این سمت اولین استادی که مرا راهبری کرد، دستگیری کرد و با دستگیری آن شخص بود که من امروز تا این مرتبه تا این قله بلند اومده رسم. استاد شراف‌الدین حیدری اولین استادی من در این راه است. اکنون شما بیاید در آغاز یک شعر ایجاد کرده خود را برای ما قرائت کنید. دور ماندم این دم از آغوش گرمت مادرم، هستی در دنیای فانی چون درخشان اخترم. بعدی پزمانه اگر روز وصالت شد نصیب، پیش پایت سر گذارم مونس و تاج سرم. مال دنیایی ندارد ارزشی این زندگی، بهر مادر از تمامی مال دنیا بگذرم. هر زمان دادی دعایم گفتی یا بی آب و رو، آن دعایت بود که امروز من بر روی منبرم. مهربانی در همه حالت به فرزندان خود، مادری خوش سیرتی مانندی دور و گوهرم. قدری تو هرگز نگردد ذره کم در دلم، مادری جان مادری جان مادری جان مادرم. بهترین و البته هر نفری که بیشتر کتاب میخواند، هر نفر کتابخوان و کتاب دوست است، اون نفر امکان دارد که به شعر و سخن علاقه زیست داشته باشد و بگوید که کتابخوانی برای شما چی داد؟ من بر آن اندیشه هستم که شخصیتی که کتاب میخواند و پیوسته بر راه کتابخوانی مشغول است، آن آدمی کامیاب، موفق، عاقل و دانا و خردمند میشود. بله، در حقیقت هم چنین است و بگوید که نقش آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در حیات معنوی جامعه ما چگونه است؟ در حیات جامعه ما این سراول آن نورسان جوانانی که در این آزمون اشتراک میکنند جهانبینی آنها را وسیع میگرداند، آینده آنها را روشن میگرداند و ما نورسان جوانان پیوسته در این آزمون کوشش میکنیم که اشتراک ورزیم. آفرین بر شما نیکروز و بیاید یک شعر در وصف وطن از ایجادیات خود برای ما قرائت. البته باید هر شخصی که در وطن خود زندگی میکند باید وطن خود را دوست دارد، چون که ما در این وطن آزادانه سیر و گشت میکنیم، آزادانه زندگی میکنیم و من این لحظه یک شعر ایجاد کردم که میخواهم پیشکش نمایم. مرحمت. گذشتن در امان زندگیم، وطن هستی همه دارندگیم. نمایم شکری این آسوده منزل، وطن آبادی و آسودگیم. نیکروز، چون شما عین حال در شهر دوشنبه هستید و عین حال با کی همکاری دارید؟ آیا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان، با شاعران شناخته امروزه تاجیک همکاری دارید؟ عین حال من مستقلانه یعنی که به ایجاد شعر مشغول هستم. من میخواهم که با نزدیکی با تالار اتفاق نویسندگان رفته و شخصیتانی که در آنجا قرار دارند با آنها همکاری نمایم و آنها امیدوار هستم که آنها مرا در این راه، در راه ایجاد نظم، آنها به من کمک میرسانند و من میخواهم که در آینده با ایجاد خود تقویت بخشم. چون که شاعر گفته است هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد و مولای روم، تا مرید شمسی تبریزی نشد. بله، در حقیقت هم درست است نیکروز. هر یک نفری که یک کاری را آغاز میکند البته باید که راهنما داشته باشد.
چه سبب شد که شما در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک کرد؟ تا اون وقتی که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برپا گردید و من خواستم که در این آزمون هنر و استعداد خود را پیشکش نمایم و صیقل دهم. گرچند که من در این آزمون سزاوار جای نمایان نگشتم و کوشش میکنم که هر سال در این آزمون اشتراک نمایم. و شما در آینده چی نقشه ها دارید؟ نقشه ها خیلی زیادند. من میخواهم که تا رفت شعرهای زیاد ایجاد کنم و در دل و دیده مردم جایگاه و محو و منزلت خود را پیدا کنم. در فرجام برنامه گفتنی هستم که آن شخصانی که با کتابخوانی مشغول هستند آنها در جامعه مقام و منزلت خود را پیدا میکنند و چون که من در یک شعر نوشته بودم در وصف کتاب ماننده گنج زمین است، کتاب دوستی عزیز و بهترین است، کتاب این هدیه است بر اهل عالم، کتاب مونس و دوست و همنشین است. آفرین میگویم به شما و بار دیگر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و تمنای آن رو داریم که در زندگی همیشه کامیاب و موفق باشید و البته باز هم ایجادیات خوب داشته باشید. تماشاگران عزتمند یادرس میشویم که ما صحبت خوبی داشتیم با اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است شاعر جوان نیکروز حبیبوف. اکنون ما میرسیم در اینجا به فرجام برنامه انیس کنجی تنهایی. تا برنامه های دیگر کامیاب و موفق باشید. خیر.